میخوای یه سبک متفاوت از بازی معروف ماینکرافت رو بازی کنی؟ ماینکرافت لجند یه سبک استراتژی از بازی ماینکرافته که توی اون بازیکن باید از دنیای اوورورلد در برابر موجوداتی به اسم پیگلین از دنیای ندر محافظت کنه. بازیکن با جمع‌آوری منابع، ساخت و ساز و فرماندهی نیروهای خودش میتونه به مبارزه با این دشمنا بپردازه. داستان خیلی زیاد و عمیقی توی این بازی وجود نداره و در آخر باید با 3 تا باس اصلی و رئیس اصلی به نام The Great Hog بازی رو تمام بکنیم. و ویژگی‌های نسخه دلاکس ادیشن اینه که 6 تا اسکین اضافه داره، یه اسکین برای قهرمانتون و 5 تا اسکین هم برای سوار نظام. گرافیک بازی هم کپی دنیای ماینکرافته. موسیقی متن و صداگذاری هم بهتون یه حس ماجراجویی میده و یه تجربه دلپذیر رو براتون رقم میزنه. با اینکه نسخه لجند اون توی سال 2023 عرضه شد ولی خب توی 2024 متوقف شد. این باعث شد خیلی از بازیکن‌ها به خاطر عدم دریافت بروزرسانی این بازی ناامید بشن. ولی خب اگه میخوای یه سری متفاوت از بازی ماینکرافت رو به حالت استراتژی بازی کنی میتونه گزینه مناسبی باشه.